خانم‌های ایرانی معمولاً به داشتن چهره‌های جذاب توی دنیا معروفن. بعضیاشون پوست گندمی و دلنشین دارن و اغلب چشماشون رنگیه. خانم‌هایی با رنگ پوست و چشمای تیره هم توی ایران زیاده و موقع تعریف کردن از همدیگه عبارت چشم و ابرو مشکی نقل محفل ایرانی است. شاید باور کردن این حقیقت سخت باشه که خانم‌های ایرانی جذابیت ظاهریشون رو با کمک درمان‌ها و روش‌های طبیعی حفظ می‌کنن. تو این ویدیو می‌خوایم راز زیبایی زن‌های ایرانی رو از گذشته تا امروز به صورت خلاصه بررسی کنیم. آقایون محترم، لطفاً از این ویدیو خارج شید چون این ویدیو به شدت زنونه است. شماره 1. آرایش چشم زیبا و جذاب. زنای ایرانی به داشتن آرایش چشم زیبا و جذاب مشهورن، در حدی که حتی بیشتر بازیگرای هالیوودی آرزو دارن چشماشون شبیه چشمای خانمای ایرانی باشه. اونا حالت چشمای قشنگی دارن که اغلب بادومی شکله. توی میکاپ هم خانم‌های ایرانی سعی می‌کنن با یه سایه روشن پودری برای گوشه‌های چشم شروع کنن و بعد از خط چشم مایع استفاده می‌کنن تا جلوه زیبایی چشمای خودشون رو بیشتر کنن. انتهای خط چشم خانم‌های ایرانی اغلب کلفتره و گاهی هم دنباله خط چشم اونها به سمت گوشه‌های چشم ادامه داره که خیلی شیک و قشنگشون می‌کنه. استفاده درست و اصولی از خط چشم، سایه چشم و مقدار مناسب آرایش برای هر موقعیتی یکی از اصلی ترین رموز زیبایی اونهاست. خانم‌های ایرانی کلاً خیلی خوب سبک مناسب آرایش چشم متناسب با رنگ چشم، رنگ پوست و مدل و حالت چشمشون رو میدونن و رعایت میکنن. شماره 2. استفاده از مرطوب کننده ها. خانم‌های زیبای ایرانی عادت دارن طوری حموم کنن که پوستشون نرم و صاف بمونه. حمام کردن به این روش‌ها نه تنها اضطرابشون رو از بین میبره، بلکه باعث افزایش گردش خون میشه و خاصیت ضد پیری هم داره. در حالی که خانم‌ها توی کشورهای دیگه برای مراقبت از پوستشون عادت به استفاده از انواع محصولات جدید دارن و همش در تلاش برای خریدن یه نوع جدید برای زیبایی پوستشونن، زنای ایرانی فقط از یک محصول ثابت و امتحان پس داده استفاده میکنن تا یه پوست درخشان و سالم و شاداب داشته باشن. خلاصه یک کرم مرطوب کننده معمولی دوست خوب همه زنای ایرانیه. شماره 3. مو. اکثر خانم‌های ایرانی خوششانسن چون موهای ضخیمی دارن. خانم‌هایی که موهای صاف دارن حتما موهاشون رو توی دوره 1-2 ماه کوتاه میکنن تا همیشه موهای سالم و زیبا داشته باشن. خانم‌هایی با موهای فرفری هم از نرم کننده مناسب برای شستن موهاشون استفاده میکنن. اونا موهاشون رو فقط با حوله خشک میکنن تا بهش اجازه پیچ خوردن و ژولیده شدن ندن. البته قدیم‌ها خانم‌های ایرانی موهاشون رو زیاد رنگ نمی‌کردن و به حالت طبیعی اونا رو نگه می‌داشتن. نهایتاً شاید از حنا استفاده می‌کردن. به نظر میاد این سبک از نگهداری مو بهتر از استفاده از رنگ‌های شیمیایی و دکلوره هاست که به شدت به موها آسیب می‌زنن. شماره 4. اصلاح ابرو و بند انداختن. اصلاح ابرو یکی از رایج‌ترین عادت‌های آرایشی زنای ایرانیه. حتما شما هم یه روز در میون یا هر روز ابروهاتون رو با موچین تمیز میکنید و همیشه سعی دارین که ابروهای مرتب و اصلاح شده و خوش حالت داشته باشید. این ابروهای تمیز و خوش فرم باعث جذابیت بیشتر چهره شما و گیراتر شدن زیبایی چشمها میشه. یه عادت قدیمی بین زنای ایرانی به اسم بند انداختن وجود داره. تمام زنای دنیا این روش رو سبک بومی کشور ایران و زنای ایرانی میدونن که نتیجهش شادابتر شدن چهره، زیباتر شدن پوست و البته لایه برداری مؤثر و مفیده. شماره 5. نوشیدن آب به مقدار کافی. خانم‌های ایرانی به خوردن آب گوارا اهمیت ویژه‌ای میدن. این کار به هیدراته شدن بدن، رفع خستگی، دفع سموم و مرطوب شدن پوستشون کمک زیادی میکنه. اونا این عادت مفید و از بچگی به بچه‌هاشون هم یاد میدن و میشه گفت بطری آب جزء جدایی ناپذیر کیف همه مادرهای ایرانیه که احیانا اگه فرزندشون تشنه شد آب همیشه براش در دسترس باشه. شماره 6. پیاده روی و رقص.
اما یه عادت دیگه که به تناسب اندام و زیبایی خانم‌های ایرانی خیلی کمک میکنه، عادت به پیاده رویه و همینطور رقص. اغلب خانم‌ها تو ایران کارهای منزل رو خودشون انجام میدن و کمتر پیش میاد که ماشین شخصی داشته باشن. کارهایی مثل بردن بچه‌ها به مدرسه، تفریح، خرید خونه و مهمونی رفتن و معاشرت با دوستانشون رو حتماً با پیاده‌روی روزانه همراه میکنن که اولاً به تناسب اندام و سلامتی اونا کمک میکنه و دوماً باعث دور موندن از بیماری‌ها میشه. همونطور که میدونید امروزه عدم تحرک جسمی بین مردم دنیا رایجه و خیلی‌ها دچار اضافه وزن مزمنن. رقص یه نوع فعالیت بدنیه که میتونه برای تناسب اندام تو هر سنی مفید باشه. رقص طیف گسترده‌ای از مزایای جسمی و روحی برای خانم‌های ایرانی داره. پیشنهاد میکنم یه سر به ویکی‌پدیا بزنید و مقاله رقص و تندرستی رو بخونید تا بدونید چرا خانم‌های ایرانی اینقدر به رقص علاقه دارن. شماره 7. برنج. برنج یکی از غذاهای پرمصرف سفره‌های ایرانیه که به خاطر داشتن میزان زیادی از ویتامین‌های گروه B و E، فیبر و مواد مغذی و معدنی محبوبه و خانم‌های ایرانی توی پختش مهارت خاصی دارن. مادران ایرانی همیشه یه برنامه غذایی سالم برای اهل خونه در نظر میگیرن و اعتقاد دارن که باید از این غذاهای کربوهیدراتی مفید که برای سلامتی ضروریه فقط توی وعده نهار استفاده بشه که کمک فراوانی هم به تناسب اندام میکنه. شماره 8. استفاده از عسل برای وعده صبحانه. ایرانی‌ها معمولاً به مصرف یه وعده سبک اما مقوی صبحانه پایبندن و معمولاً عسل پای ثابت صبحونه‌شونه تا هم به تقویت انرژیشون کمک کنه و هم به تناسب اندامشون. همچنین استفاده از عسل به صورت ماسک صورت هم تأثیر فوق‌العاده‌ای توی زیبایی خانم‌های ایرانی داره. عسل هم مرطوب کننده طبیعی، هم خاصیت پاک کنندگی عمیق پوست و منافذ رو داره و کلی خاصیت هم برای پوست‌های جوشدار داره. علاوه بر این عسل یه ضد لکه قوی هم هست و خواص عسل برای رفع چروک پوست اثبات شده است. شماره 9. استفاده از روغن‌های طبیعی. خانم‌ها تو ایران میدونن که داشتن پوست زیبا و سالم طی کردن نیمی از مسیر یه زیبایی تمام عیار در اوناست. پس با استفاده از انواع روغن‌های طبیعی و مرطوب کننده سعی میکنن سلامتی پوستشون رو به حد اکثر برسونن. خانم‌های ایرانی از انواع روغن‌ها استفاده میکنن، چه روغن‌های سنتی مثل روغن زیتون، روغن بابونه، روغن آلوئورا و چه لوسیان‌هایی که با انواع پوستشون سازگاره. شماره 10. رژیم و فیتنس. در واقع خانم‌های ایرانی در مورد رژیم سختگیرن. اونا از غذاهای سالم مثل سبزیجات و میوه‌جات توی رژیم غذایی خودشون استفاده زیادی دارن تا از پوست خودشون مراقبت کنن و همینطور با مصرف مقدار زیادی آب و ورزش کردن به طور منظم همیشه به بدنشون آبرسانی میکنن. خانم‌های زیبای ایرانی از مدیتیشن هم برای کاهش استرس و مراقبت از پوستشون بهره میبرن. راستی به نظر شما دلیل زیبایی خانم‌های ایرانی چیه؟ لطفاً برامون کامنت بذارین چون حتما خیلی دوست دارن یاد بگیرن و برای بقیه هم تعریف کنن. ضمناً از آقایونی هم که تا انتها با ما همراه موندن و ویدیو رو تماشا کردن به صورت ویژه ممنونیم. خدا قوت پهلوون. لطفاً خسیس نباش و این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست. بیشتر بدونیم تا بهتر زندگی کنیم. خدا نگهدار.